چاپلوس یعنی که گپ زدنش، سلام دادنش، اخلاقش، تینتش از یک مهاجر مظلوم و از یک شهروند عادی داخل کشور فرق میکنه. و همون خاطر اگر تو خواستگی باشه که بفهمه که ما را چی ستیه زدن، برای یوسف رحمان عروس زوی را پرس، میگه چی ستیه هم زدن را پرسش. پیشوای معظم ملت بهترین شخصیت. آزاده سازه، آزاده چخیله آزاده پای آزاده بهترین، فقط همین دستگاه را پیشبری 30 سالگی در پیش 30 سالگی دولت عزیز جمهوری تاجیکستان، دولت جوان خیلی ساختمان اما انشاءات و پیشروی اما یعنی که آزاده 100% تخمینه آزاده همه تنج نخی آزاده تخمینه رخشانه زرینه همش تنج نخی